بودو این کارتون شروع شد. بودو رو سفره چرا؟ بودو چه دستپله‌ای بخوریم امروز. چه بو برنگی رو انداختیم ماما. یه خورده این ورتر. خوبه. آها دستت درد نکنه. دستتو خوش کن مادر، کی یاد میخوای بگیری؟ خیلی خوب ماما، چرا داد میزنی؟ زینب بابا یه دستمال بیار. دستت درد نکنه. صبر نمی‌کنی مهناز بیاد؟ حالا کو تا مهناز بیاد؟ امتحان مدرسه نیست که 10 دقیقه ورقه رو بده بیاد که. راهنمای رانندگیه. باید آیین‌نامه امتحان بده، بعد قبول بشه، نشه، بعد افسره بیاد، شهری امتحان بده، قبول بشی. فعلا که صدقه سری قبول نشدن مهناز، ما دومین هفته است که اینجاییم. خدا هفته سوم ختم به خیر کنه. زینب جان یه دستمال دیگه بده من. پس یادت باشه یه قابلمه براش بکشم ببر. تفلک حالا میاد خسته و مونده بخواد غذا درست کنه. خیلی چشم. دستت درد نکنه. باری کلا چه دختری داره. بچه‌ها باشین بیاین دیگه. سعید من باید بهشون بگم بیان. بچه‌های امروزی هن دیگه. عاشق حله هولایی بیرونه. بابا ببین یه مرحله رو بردم. ببینم یه ستاره بردی، نباید 7 10 تا ستاره ببری. میخوایم برای مامانی هدیه بدیم و بودو بازی کن. به چی خیره شدی؟ بودو ببینم بودو. مستکو داده دستش، بچه دیگه اصلا نمیاد غذا بخوره. باشین یه غذا بخوریم. چی خوردن مگه؟ تو راه از جلوی یه رستوران رد میشدیم، با عز و التماس دستمو گرفتن، بردم براشون یه پیتزا گرفتم. بابا خودت گفتی بریم. زینب جان خودت دستمو گرفتی بردی تو رستوران، مگه یادت نیست؟ مگه نه علی جان؟ نه خیرم، خودت گفتی بریم پیتزا فروشی. بابا خودت هم پیتزا سفارش دادی. تازه عزیز فقط خودش نخور. گفتم بریم خونه عزیز. ای بابا بچه‌های من خیلی مهربونن، دلشون نمیاد عزیز جونشون ناراحت بشه. عزیز واسمون نوشابه هم نگرفت، هنوز تشنمونه. الهی بمیرم. منم که آب یادم رفته بیارم. وای خدا باشم برم آب بیارم. نه بابا بشون من خورم میارم بابا. ماما وقتی چشم‌رسی گرفتی؟ نه ما در هفته پیش نوبتم بود یادم رفت برم. ای بابا چرا؟ خب الان خوب می‌بینی؟ نه والا دیدم کم شده، دردم هم بیشتر شده. فردا خودم برات یه وقت میگیرم میریم دکتر. این مرجان خانم بود همسایه‌مون، یه دکتر بده گرده خیلی کارش درسته. الان چشماش از من و شما بهتر می‌بینه. خدا خیرت بده مادر. چشمام خیلی ضعیف شده. قرآنو با ضربه میخونم. همش اعرابا رو جابجا میگم. خانم کریمی میگفت برو لنز بذار. گفتم آخه من پیرزن چه به لنز؟ این قرتی بازی ها چیه لنز بذار؟ والا به خدا. من تشنمه. بابا علی تشنشه. مادر حواست کجاست؟ چرا لیوان نیاوردی؟ باشه. تقصیر خودت دیگه قربونت برم. یه جوری خوشمزه میپزی که هوش از سر آدم میپره. حالا خوشچیرنی رو بده کنار. طعمش مثل قدیما هست یا نه؟ چه حرفی مادر من؟ خوشمزه تر از همیشه. ماما خودت که از اینا نمیخوری. برید؟ آره. نه بابا دکتر قدغن کرده گفته نخور. راستی سعید جان اون هفته دندون درد گرفته بود رفتی دکتر خوب شد؟ چی؟ آره چیزی نبود، خوب شدم. خدا رو شکر.